سلام علیکم بچه‌ها. این درسی چهارم ما باشد آیدی برنامه‌ای C++ در ویژوال استودیو 2008. در این درس ما برنامه اپراتوری فور را دیده میبریم. برای ما اپراتور ایفا توضیح میکنیم. خب گچ را میمونیم میسته به غرض گچ با کماندش را میگیریم. در یک مثالی پارتی بگیریم دیده میبریم. ای نویستمونه ای اینت سر میکنیم. خب اینت ای میگیریم یکم خودکشا عدیشا دیده میبریم باید دوام شد. خب فور قوس میکشیم رنگ ایف در داخل قوس می نویسیم اگر ای برابر نول باشد خب نقطه ویرگول میبریم می نویسیم. در اینجا اگر ما شرط نویسیم میستیم اگر ای ما میگیم برابر نول باشد همین کار اجرا کنیم. خب ای شش یعنی تا ای ما برابر خورد یا برابر شش چیدن همین کار را چکار کن اجرا کن. خب می نویسیم ای پلس خب من اکی میبینیم ای ما برابر نول باشه اگر تا وقتی که ای ما برابر خورد یا برابر یا خورد شش می شود همین کار را اجرا کردن میگیریم. یعنی ای پلس ای با ای یک تا چکن جمع کن. در پایان می نویسیم خب پرینت اف قوس میکشیم ناخنک میکنیم در داخل قوس در داخل ناخنک علامات فایز را میمونیم. خب د با علامات فایز خب 8 نقطه 2 خب اف خب تقسیم چپنا این یعنی دروب گفتن گفت این خب از اینجا میمونیم ویرگول میمونیم. خب بعد از این باز می نویسیم ای ضربی ده برای چی ضربی ده همون علامتی که می شود ما را با 10 ضرب میزنیم نتیجه اون رو میبریم. ای ضربی ده مثال اگر یک باشد یک ضربی ده چند که شود. خب باز ویرگول میمونیم. بین ایرا یا باره یکون عمل دیگه شاملیم مثال نتیجه ایو که با گرادوس بگیریم ایرا با 40 سینوس جوابشو بروریم. پوزیرش تایم قاب بحثه چه توقع میبروریم. اینا بعد از این باید با جای نقطه ویرگول مونم و نمونده این وزیر نقطه ویرگول هم میمونیم. اینا اکنون سخنین میکنیم یا با برنامه را سر میدهیم چکار که میداریم تو برنامه را با کار در آوردن کمتر وقت میگیره کامپیوتری ما میچسبونه برای این کار انتظار میشیم. خب چرا که میبینید نه یکم در نول بود نول ضرب نول میشود. خب دیگرش اینا برآمدن نه جوابا اومد. من اکنون 10 20 30 40 50 60 اینجاش تا برای چی هیچی نبرآمد. اینجاش تا ما کچه ننویسندیم برای امکان برمیگردیم با برنامه. خب 10 که داشتیم
از پشت این ما ورگل میمونیم. انا مثال میگیریم ما دا با گرادوس و نتیجه را براریم. بنویسیم سینوسی، مثال میگیریم گرادوس گرفتیم. در داخل قوس بنویسیم 3/14 قیمت دائمی پی و تقسیم 18 و کلی سی داخل بشه ضربی ای. یکم برنامه یا با دیگر سر میدهیم. خب مثال میگیریم سینوس در 0 باشه 0 گرادوس تا 0 باشه 10 گرادوس تا 17 خب 20 گرادوس تا 34. خلاص که باش مفهم شد سیستم های کوریش. اناکی را کانتر دیگه و تغییر داده کور میکنیم. مثال میگیریم که باید همین قیمت ایران ما خودمون چکار کنیم داخل کنیم یا که اگه چیزی دیگر همین نوله که داریم همین تغییر میدهیم. با جای نول مثال میگیریم 2 مینویسیم برنامه رو سر میدهیم. چقدر که میبینیم باید 20 گرفته کار کردن میرود. خب شما میتونیم در آینده از رسوم های داخل کنید قیمت ها با اپراتوری فور عمل ها را ایجاد کنید. خب با این درسی چونین ما با آخر میرسد تا درس های دیگر سربلند و خانه آباد باشه.